آقا سلام علیکم، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. من محمد هستم. امروز اومدم با آموزش اولترا اچ دی آر 120 FPS پابجی. اولین کاری که میکنین کرومتون رو باز میکنین، امکا پابجی تول رو سرچ میکنین. اولین سایت گیت هاب، یه فایل 50 خورده ایه، 50 خورده ای مگه دانلود میکنین. دانلود که کردین بعد میایید تو فولدرتون و حالا من خیلی وقت دانلودش دارم، یه لحظه نشونتون بدم. اینهاش و میزنین اوپن. یکم وایسید یه دونه چیز میاد، روی یس میزنید ران از. بعد قدم دوم گیم لوپتون رو باز میکنین. محیط برنامه یه همچین چیزیه. حالا گیم لوپمون باز شد. بک میزنین. با ریدم. اوکی، بک میزنین. تو این صفحه که اومد میریم سراغ امکا پابجی تول و کانکتینگ تو گیم لوپ رو میزنیم. منتظر میمونیم کانکت و اینجا میتونیم از اسموت تا اولترا اچ دی 120 FPS همون یا همون اولترا اکستریم رو فعال کنیم. فقط یه چیزی، هر چی تنظیمات داخل گیم تغییر بدید 120 FPS اولترا اچ دی میپره. مثال اینجا اینا رو میتونین هر چی میخواین بذارین، شادو رو اینیبل یا دیزیبل کنین و هر کاری که خواستین بکنین سابمیت رو بزنین. یه بار گیم لوپتون ریستارت میشه و دونه شو اف پی اس بزنیم. منتظر میمونیم تا گیممون باز شه. و همینطور که دارید میبینید 101 108 اولترا اچ دی 120 FPS داره میده. متاسفانه زیر وبکممه، یکم بیارم پایین تر. اینجا داره 120 میده، 120 FPS و اولترا اچ دی آر. و حالا برمیگردیم میریم یه دونه ترینینگ گراوند ببینیم چطوریه. اینجا هم میتونید FPS رو مشاهده کنید. خب اینترنتی خیلی روون. و 120. خب برای اونایی که ستینگ خوبی ندارن نسبت به سیستم خودشون، حالا سیستم من متوسطه، رو به بالاست و مشخصات سیستمم اینه و ستینگی هم که چیدم بیسیک، انجیل اوپنجیل بازی میکنم و مموری 8000، پروسسور 8 و رزولوشن 1440x80، دی پی آی 320. این هم یه چیز شخصی خودتون باید بذارید و ایسوس روگ 2 بذارید دیوایس رو حتما و گیم هم بذارید HD 1080p و HD 90 حتما بذارید و همین دیگه.
دمتون گرم. راستی یادم رفت سنس هم اینه، با دی پی آی 600 بازی میکنم و میتونید بردارید. سنس خوبیه ولی خب ADS روشنه و اینا دیگه. ریکویل سنس هم بذار براتون بذارم. حالا لازگر این اسکوپ 4شه و اسکوپ 6. حالا من نمیتونم این بگیرم و اسکوپ 6 سنس خوبیه، من عادت کردم باش و میتونید تست کنید. خب لایک و کامنت و ساب فراموش نکنید. دمتون گرم. مشتی هستی و پرطرفدار.